بنده امیر فردین به همراه تیمم. اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومان؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا کشف تولدی که ناتمام. جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا. ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت پرده. واقعیت قضیه این هستش که علتی که این موضوع برای ما جذاب شد طرح یک موضوع داغ در سایت بالاترین بود که مجموعی از سایت ها مطلبی در ارتباط با تلویزیون جم زده بودن. اگرچه به نظر میرسه بعضی از این مطالب واقعا مرتبط مستقیم با جم نبود، اما به هر حال در زیر یک گروه و یک موضوع قرار گرفته بود. به نظر میرسه با توجه به مأموریت و سیاستی که رادیو کوچه در ارتباط با طرح موضوعات مقابل و به هر حال بررسی فارغ از جریان‌ها و جناح‌ها داره، از شما خواستیم و درخواست کتبی دادیم تا بتونیم با هم صحبت کنیم و ممنونیم که شما پذیرفتیم با ما گفتگو کنیم. البته من در همین ابتدای گفتگو با شما اعلام می‌کنم در صورتی که طرف‌های مقابلی که به هر حال این مسئله مطرح کردن پاسخی برای گفتگوی شما داشته باشن، ما عیناً در پاسخ گفته‌های شما و در ادامه این موضوع طرح موضوع خواهیم کرد. خیلی ممنون هستم آقای کریمیان. میتونیم شروع کنیم گفتگو رو با هم؟ سلام عرض کردم خدمت همه هموطنان عزیزم هر جای دنیا که هستید و سلام عرض میکنم به شما عزیزانم در رادیو کوچه. آقای کریمیان خواهش میکنم به ما توضیح بدید که شبکه جم از کجا و کی کارش رو شروع کرد؟ شبکه جم در سال 2007 در لندن آغاز به کار کرده و روزهای اولی هم که شروع کرد به عنوان یک شبکه موسیقی شروع کرد و روی ماهواره هاتبرد بود و به مرور زمان با خریدن یک سری برنامه از شرکت‌های امریکایی شروع کردیم پروگرام و سریال پخش کردن که همینجوری ادامه داشت تا سال 2009 شبکه دوم زده شد به نام شبکه جم میوزیک. اون موقع جم تیوی تبدیل شد به یه شبکه‌ای که اینترتینمنت و سریال پخش میکرد. یه شبکه دیگه زدیم به نام جم میوزیک که دوتاش هم روی هاتبرد بودش. در حال حاضر جم تیوی 12 تا شبکه است که یک جم تیوی، یه جم یو اس ای هستش که در ماهواره گلکسی در امریکا و کانادا پخش میشه. یه شبکه جم تیوی هستش که در روی هاتبرد هستش. 10 تا شبکه هم روی ماهواره یاهصد هستش که 6 تاش به صورت HD پخش میشه و 4 تاش هم به صورت SD. بعضیا میگن که مجموعه جم تیوی بخش سرمایه‌گذاری آقای رابرت مردوک مرد مدیای استرالیایی هستش. 100% ایراد داره. نخه کل سرمایه‌گذاریش متعلق به خود منه و 1 ریال بودجه نه از نمیدونم جایی اومده نه جایی تامین شده و 100% از محل درآمد خود جم تیوی و شرکت هایی که ما بیرون کشور داریم از اون داره تامین میشه. یعنی شما معتقد هستید که تاکنون هیچ مجموعه‌ای با که شکل مجموعه کمپانی شما، یعنی در واقع مجموعه تلویزیون جم تیوی، هیچ وقت جوینت نشده، حالا یا مستقیما آقای مردوک یا مشابه این گروه‌های دیگه به همین ترتیب؟ در هیچ شرایطی 100% مالکیت جم متعلق به منه و من اصلا شریکی ندارم و نخواهم هم داشت. سیاست کلی شما در ارتباط با رسانه چیه؟ جم خیلی سریع رشد کرده، به هر حال 12 کانال ممکنه بحث‌های مختلفی رو در حاشیه خودش داشته باشه و این خیلی غیر طبیعی نیستش. به دنبال چه هدفی هستید؟ جریان‌های فرهنگی یا به هر حال خبری یا اطلاع رسانی؟ گروه جم سیاستش فقط اینترتینمنته و به هیچ عنوان هیچ هدف سیاسی دنبال نمیکنه. در حال حاضر فکر میکنیم که بازار ایران احتیاج به دیدن بهترین برنامه روز دنیا رو داره خارج از سیاست و ما گروه جم چون اصلا سیاست رو نمیشناسیم ترجیح میدیم که روی اینترتینمنت فوکوس بکنیم. برای بچه برنامه داریم، شبکه‌ای داریم به نام جم جونیور که میتونه کارتون ببینه. اصولاً ساختار جم 100% به صورت اینترتینمنت و هیچ قالب دیگه ای نداره. آقای به نام آقای سینا ولی الله که ظاهراً در شبکه فارسیوان کار میکنن در بلاگ شخصشون یا در فیسبوکشون اگر اشتباه نکنم اظهار کردن که بخشی از سریال هایی که شما خریداری میکنید به صورت غیر قانونی داره پخش میشه. آقای کریمیان آیا سریال رو میشه به طور غیر قانونی پخش کرد واقعاً؟ من فکر میکنم ایشون قبل از اینکه موردی باید بیان میکرد یه ذره مطالعه میکرد، میدونستش که در هیچ جای دنیا شما نمیتونید
اگه به صورت خیلی گلوبالی دارید کار میکنید، به صورت بین‌المللی کار میکنید، هیچ وقت نمیتونید چنین کاری بکنید. نه خیر، تمام سریال‌ها و فیلمایی که ما داریم همه توسط کمپانی خیلی بزرگ فروخته شده به ما و رایتش موجوده و طبیعیه که یه سریال موقع 200 قسمت 300 قسمت یا نمیدونم این داشته باشه، شما اگر هم خلاف بکنید به راحتی میتونن ببیننتون، مانیتورتون کنن، جریمه بکنن. و خیلی جالب بودن که آقای نمیدونم سینا ولی الله باید بدونه که جم تیوی مجوزش مال انگلستانه و تمام برنامه ما رو دارن مانیتور میکنن و اگه کوچکترین برنامه بدون کپی رایت باشه قطعا ما مشکل خواهیم خورد. خیر، فکر میکنم ایشون اطلاعاتشون رو باید یه ذره آپدیت میکردن قبل از اینکه موردی مطرح کنن. توی حاشیه این بحث‌هایی که در کنار این قضیه مطرح شد، البته من برخوردم به اینکه مجموعه سایت‌هایی که مجموعه مطالب مطرح کردن جز مطلبی که مربوط به آقای مهدی خزعلی هستش، همه در روی بلاگفا مجموعه سایت‌هایی هستن که تشکیل شده و پشت هم گذاشته شده. اما به هر صورتی سوالم اینه، چون مطالبی درش ذکر شده که اشاره کرده به سابقه شما در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و همچنین ارتباط داخلیتون با سپاه، ممکنه یک مقدار بیشتر در مورد سابقه کار و زندگی و فعالیت سعید کریمیان به ما بگید؟ خیلی جالبه که دوستان لطف میکنن اطلاعاتی رو میدن که فکر میکنم بهتره که یه مقدار مطالعه بکنن قبل از اینکه موردی رو مطرح کنن. من هولوش 10 سال در دبی زندگی میکنم. دبی کشوریه که شهریه که اصولاً ساختار سیاسی نداره و هر کسی که کوچکترین کار سیاسی انجام بده یا رابطه‌ای با حزب داشته باشه به راحتی شناسایی میشه و دیپورتش میکنن و براش مشکل به وجود میاد. ما سرمور گنده نشستیم داریم کار میکنیم و همیشه هم مانیتور میشیم. این دوستان که ارادت دارن نمیدونم از کجا، یه روز ما رو به سپاه وصل، یه روز ما رو نمیدونم به سازمان مجاهد، یه روز دولت آمریکا، نه من اصلا در هیچ شرایطی حتی نمیدونم الفبای این حرفایی که میزنن چیه و ترجیح میدم ندونم. ما قالبمون اصولا از اول تجارت میکردیم، کسب و کار میکردیم، هنوزم میکنیم، فعالیت‌های تجاری بسیار زیادی داریم، کار ساختمان‌سازی در امارات میکنیم و هیچ موقعی هم تو فکرمون تو قالب سیاست و وارد شدن به حزب یا کمک کردن هیچ حزبی وجود نداشت و نخواهد داشت. فکر میکنم که اگه کسی یه ذره مطالعه بکنه، بک‌گراند خانوادگی ما رو ببینه، متوجه میشه که اصلا چنین چیزی نبوده. خوندم که من متولد 1348 یا 49 هستم، در صورتی که اصلا من متولد 1351 هستم. متولد قائن نوشتن در که من متولد تهران هستم. نمیدونم در سوئیس درس خوندم، در صورتی که مثلا من هیچ وقت سوئیس درس نخوندم. من در امریکا کار میکردم. خیلی جالبه که من هنوز که هنوزه من امریکا نرفتم. نمیدونم چه این همه دروغ و برای چی سر هم کردن، چه سیاستی داشتن. فکر میکنم اون دوستی که خواسته احتمالاً لطف بکنه یه مقدار دروغی چیزی بنویسه بهتر بود که زن مطالعهشو بیشتر میکرد. بهترین چیز در دنیای امروز که دنیای تکنولوژیه اسناده. اگه کسی که این حرفا رو میزنه چه خوب بود که یه مقدار از اون اسناد واقعیشو بیان میکرد که مردم واقعیت رو بدونن، نه اینکه یه چیزی بگه. فکر می‌کنین پس چرا همچین چیزی مطرح میشه؟ اساساً چرا باید همچین هجوم به وجود بیاد؟ نه طبیعیه. موقعی که شما به عنوان یک مؤسسه‌ای که رشد میکنید، موفقید، یا به عنوان یک رسانه‌ای که موفقید، به جای اینکه بیان افتخار کنن که شما دارید بهترین سرویس و بهترین کوالیتی رو به مردم میدید، یه سری رقبا که فکر میکنن من بسیار کوتاه فکر هستن میان حرفایی مینویسن، فکر میکنن بازارشون از دست رفته. من تمام این مواردی که نوشته شده جز رقابت چیزی نمیبینم و به نظر من این رقابت اصلا رقابت درستی نیست. اگر کسی میتونه موفق شه بهتره که از خلاقیتش و نوآوریش استفاده کنه، رشد بده، به جای اینکه بیاد با نمیدونم کوبیدن یک مؤسسه که به نظر من اصلا اینا در جایگاهی حتی نیستن که بتونن فکر بکنن چه کار میخوان بکنن. اگه فکر میکردن که احتیاج نبودش که از این سیاست استفاده کنن. من همه این موارد و بحث صحبت ها رو بیشتر جنبه رقابتی ما بین چند تا نمیدونم همکار و تلویزیون همکار میبینم. آقای مهدی خزعلی در وبلاگ شخصی خودش چندی پیش اشاره کرده به رابطه شما با برادر ایشون آقای علیرضا خزعلی و نقش شما در تلویزیون ایرانیان. آیا توضیح راجع به موضوع دارید؟ آیا شما نقشی در تلویزیون ایرانیان داشتید آقای کریمی؟ من جالب اینه که اصلا اختلافی که ما بین آقای مهدی خزعلی و یا علیرضا خزعلی به وجود میاد دلیلی بر دیگران کشتن وسط نیست.
خیر، تلویزیون ایرانی متعلق به ما نبوده. ما تلویزیون جم مال ماست. طبیعتا اگه کسی تلویزیون داره ترجیحاً نمیره دنبال زدن یه تلویزیون دیگه. حالا نمیدونم چه سیاستی بوده از این موضوع استفاده کردن. خیر، ما اومدیم فرکانسی که ایرانیان داشته بعدم قطع کردن و از شرکت فروشنده ستلایت گرفتیم و بعدش هم موقعی که وارد یاحصل شدیم اونو قطع کردیم و شبکه جم مووی اونو ما انتقال دادیم. اینکه حالا ما روی فرکانس کسی داریم ما پخش میشیم دلیل برای ارتباط نیست. شما برای انتخاب تبلیغاتتون و پخشش بر روی شبکه‌های تلویزیونیتون گزینش خاصی دارید؟ خیلی واضح و راحته. کل سیاست شبکه جم بر اساس تبلیغات بلند میشه. اصولا هم برنامه‌هایی پخش میکنه که مردم مخاطبینش دوست دارن و علاقه‌مند هستن. حالا یه موقعی این سریال از آمریکا خریداری میشه، یه مقدار از ترکیه خریده میشه. علت این که ما وارد بازار ترکیه شدیم و سریال ترکی خریدیم و اسنادش موجوده که همه رو پول دادیم، از کسی هم حمایت نشدیم، به عنوان از فروشنده های فیلم و سریال خریدیم، به خاطر اینکه کالچر ایران نزدیک کالچر ترکیه و مردم علاقه‌مندن که سریال ترکیه رو فالوآپ بکنن و پیگیری کنن. خریده شده. اصلا سیاست خاصی نبوده و هر پروگرامی که بتونه مخاطب ایرانی رو جذب بکنه و ایرانی ها بپسندن طبیعتا مورد انتخاب ما هستش. ما قبل از اینکه یک برنامه یا بخریم اول میایم تحقیق میکنیم تو بازار که این برنامه که خریداری میشه با بودجه‌ای که گذاشته میشه چقدر مخاطب رو جذب میکنه و این مخاطب چقدر علاقه‌مند هست. بر اساس اون میریم خریداری میکنیم. خیلی جالبه که نوشتن که سریال حریم سلطان این هست و این هست. نه، سریال حریم سلطان به 47 کشور فروخته شده، فقط به ایران فروخته نشده، به امارات فروخته شده، به افغانستان فروخته شده، که به برزیل فروخته شده، 47 کشور فروخته شده و یک کمپانی تولید کننده اومده یک سناریو انتخاب کرده و بر اساس این سناریو سریالی ساخته و مخاطبینش هم هر کی که علاقه‌مندن خریدن و هم دارن پخش میکنن. و برام جالبه که سریال حریم سلطان الان در حال حاضر بیشترین بیننده رو به خودش جذب کرده. یه سریال تاریخیه و داره در کنارش هم درامه و مردم دارن فالوورش میکنن. صورت مشخص ستلایت ها خیلی راحت نمیتونن مطلع باشن. اصلا صفحاتی که دارید یا تماسایی که مردم دارن میتونید به ما بگید که زن مخاطبتون در داخل ایران به چه نحوی هستش و آیا اساسا انتقادی بر پخش سریالی مثل حریم سلطان یا مواردی از این دست تا کنون داشتید؟ بله، یه سری از دوستان لطف کردن در مورد سریال که این به تاریخ ایران لطمه زده وجود داشته، ولی فکر میکنم که تاریخ قابل کتمان نیست و همینجوری که یک عالمه سریال های تاریخی تو دنیا ساخته میشه، یک عالمه فیلم و سریال در مورد هیتلر ساخته شده. آیا مردم آلمان معترض میشن؟ نه، وقوع تاریخی قابل کتمان نیست و باید بیان بشه و مردم باید آگاه بشن. چگونه روابط این سریال نمیدونم برای مردم ناراحت کننده است، این بر من وحشتناک جای سواله. طبیعتاً اگر انتخاب شده بر اساس معیار خاصی نبوده، چون ما به دنبال میدیم تمام سریالایی که خریداری شده اصولا زمان حال رو نشون داده. سریال حریم سلطان به عنوان یه سریال تاریخی بوده خریداری شده و موضوع خاصی اصلا توش نداشته. یه بنگاه اقتصادی هستیم که خیلی منطقی مثل همه بنگاه اقتصادی، یکی میتونه سوپرمارکت بزنه، یکی میتونه بره رستوران بزنه، یکی میتونه بره یه شرکت حمل و نقل بزنه. هم جم انتخاب کردیم به عنوان یک بیزنس بهش نگاه میکنیم. جم تیوی اصلا فقط برای بازار ایران ما دیزاینش نکردیم. همونجوری که میدید الان ما شبکه کردی زدیم که برای منطقه کردستان عراق، شبکه دری زدیم برای هموطنان فارسی زبان در افغانستان، شبکه‌های دیگه به زبان عربی داره زده میشه، به زبان انگلیسی زده میشه و در اصل جم تیوی داره معیار کاری خودشو در بازار اینترنشنال باز میکنه. اولویت رو مارکت ایران گذاشتیم به خاطر که ما ایرانی هستیم، ارق وطنمون داریم، به ایرانی بودنمون افتخار میکنیم. ساختارش هم تجاریه، اصلاً بحث بودجه گرفتن و بودجه دادن و این حرفا نیست. تا این ساعت هم خدا رو شکر که ما نه یک ریال از داخل ایران گرفتیم نه یک ریال از خارج ایران گرفتیم. وابسته به گروهی در ایران هستیم نه وابسته به گروهی به خارج از کشور. 100% فعالیت بر اساس اقتصادی بوده و تمام اسنادش هم موجوده. اون دوستان عزیزی که خیلی دوست دارن همه چی رو تحقیق بکنن میتونن و اینو ببینن و مطالعه